الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه الخيرين الأبطال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس دومی ما در تفسیر سوره فاتحه است. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قوله عز وجل الحمد لله، قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله چی معنا داره؟ حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما ابو معمر المنقری، حدیث گفت به ما عبدالوارث، حدیث گفت به ما علی بن زید بن جدعان از یوسف بن مهران گفت قال ابن عباس، ابن عباس رضی الله عنه میگوید الحمدلله کلمه شکر است، یعنی کلمه سپاسگزاری است. الحمدلله که انسان میگه و اذا قال العبد الحمدلله قال شکرنی عبدی، هنگامی که بنده الحمدلله میگه الله سبحانه و تعالی میگه که بنده مرا شکرگزاری کرد، سپاسگزاری کرد. الحمدلله یعنی شکری الله است، سپاسگزاری است از الله در برابر نعمت‌هایی که بر انسان داده است. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس. حديث گفت به ما علی بن طاهر، حدیث گفت به ما محمد بن العلاء یعنی ابا کریب، حدیث گفت به ما عثمان بن سعید الزیات، حدیث گفت به ما بشر بن عماره از ابی روق از ضحاک از ابن عباس، که ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر الحمدلله میگوید هو الشکر لله، الحمدلله سپاسگزاری است از الله در برابر نعمتهایش. الاستحذاء له قرار گرفتن است در برابر الله سبحانه و تعالی، یعنی تو خود در برابر الله قرار میگیری، در مقابلش نعمتهایی که کرده از او سپاسگزاری میکنی. والاقرار له بنعمه و ابتدائه و غیر ذلك، و اقرار است به نعمتهای الله تبارک و تعالی و آغاز نعمتهای الله سبحانه و تعالی که انسان آفریده مثلا و غیری، تمام نعمتهای الله را انسان شکرگزاری میکنه. الوجه الثاني وجه دوم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب قال الحمد لله ثناء الله. حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما موسی بن اسماعیل، حدیث گفت به ما وهیب، حدیث گفت به ما سهیل بن ابی صالح از پدرش از سلولی از کعب، که کعب میگوید الحمدلله ثناء الله، الحمدلله به معنای توصیفی الله سبحانه و تعالی است. این وجه دومش است. وجه اول شکر است، شکرگزاری الله سبحانه و تعالی است در برابر نعمتهایش. وجه دومش توصیف مدح الله سبحانه و تعالی است، ستایش الله سبحانه و تعالی است. شکر در برابر نعمت می باشه و ثنا و توصیف بدون نعمت و با نعمت هر دوش می باشه. فرقش در اینجاست. الوجه الثالث وجه سوم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحيم الفارسي حدثنا بزيع أبو حازم عن يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال الحمد رداء الرحمن،
حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما محمد ابن عبدالرحیم الفارسی، حدیث گفت به ما بزیع ابو حازم، از یحیی ابن عبدالرحمن یعنی ابا بستام، از ضحاک رحمه الله که یکی از تابعین مشهور است، میگوید الحمد رداء الرحمن، حمد چادری رحمان است، چادری الله سبحانه و تعالی است. این تفسیری است که از ضحاک رحمه الله منقول است، گرچند در سند یمی قولی که منصوب به ضحاک رحمه الله است در سندش مقال است، سخن است. بعضی ها چیزهایی گفتن در مورد سند این حدیث. خب از ضحاک رحمه الله امام ابن ابی حاتم رحمه الله به سند نقل کرده ایده. الحمدلله یعنی حمد به معنای چادری الله سبحانه و تعالی است. الوجه الرابع، وجه چهارم در تفسیر الحمدلله. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي يا قطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال عمر. حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما ابو معمر القطيعي، حدیث گفت به ما حفص از حجاج از ابن أبي مليكة از ابن عباس رضی الله عنهما که گفت قال عمر رضی الله عنه فرمود قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله. عمر رضی الله عنه میگوید ما معنای سبحان الله را دانستیم و معنای لا اله الا الله را دانستیم، پس الحمدلله چه معنایی دارد؟ فقال علی رضی الله عنه، علی رضی الله عنه فرمود کلمة رضیها الله لنفسه، الحمدلله کلمه است، جمله است که الله سبحانه و تعالی برای خودش او را پسندیده، یعنی الله راضی است به ای که بندگانش الله را به امی عبارت توصیف بکنه، عبادت بکنه. قال ابو محمد میگوید، ابو محمد یعنی امی امام ابن ابی حاتم است، نویسنده کتاب. کذا رواه ابو معمر القطيعي عن حفص، ابو معمر القطيعي از حفص به می شکل روایت کرده. و حدثنا به الاشج، اشج نیز به امی حدیث را امی روایت نقل کرده. فقال حدثنا حفص، بجای ابو معمر القطيعي حفص روایت کرده در روایت دوم. حدیث گفت به ما حفص و خالفه فیه، و در روایتش در متنی که نقل میکنه مخالف روایتی است که ابو معمر القطيعي روایت کرده، یعنی روایت اشج از حفص مخالف روایت ابو معمر القطيعي از حفص است. روایت اشج طور است. فقال فیه، اشج از حفص روایت کرده که ایتو گفت قال عمر لعلی و اصحابه عنده، عمر به علی و اصحابش که نزدش بود گفت لا اله الا الله والحمد لله والله اکبر قد عرفناها، معنای لا اله الا الله والحمد لله والله اکبر را ما دانستیم. فما سبحان الله، معنای سبحان الله چی است؟ فقال علی رضی الله عنه فرمود کلمة احبها لنفسه و رضیها لنفسه و احب ان تقال، کلمه است که الله سبحانه و تعالی برای خودش دوست داره و برای خودش را پسندیده و دوست داره که گفته شود. سبحان الله. در اونجا این سخن در تشریح الحمدلله بود، در اینجا در تشریح تفسیر سبحان الله است. تفاوتش همینجاست. یعنی از سلف چند قول در تفسیر الحمدلله نقل است. یکی الحمدلله به معنای سپاس از الله، خاص از الله هست، نعمت هایی که ما داریم تنها از الله سپاس گذاری میکنیم، چون که کسی که این نعمت ها برای ما داده تنها الله است. دیگه تفسیری است که الحمدلله ثناء الله، الحمدلله ستایش توصیف از الله است، ما تنها الله سبحانه و تعالی را میستاییم، توصیف میکنیم، اوصاف بیان میکنیم، اوصاف نیکش را، و اوصاف الله همش نیک است.
و تفسیر سومی بود که الحمدلله، یعنی الحمد به معنای چادری الله است، رداء الرحمن. این از ضحاک رحمه الله منقول است، نقل شده است. و تفسیر چهارم این بود که علی رضی الله عنه در مورد الحمدلله گفت که کلمه است که الله سبحانه و تعالی برای خودش را پسندیده، یعنی الله سبحانه و تعالی دوست داره که به همی عبارت توصیف شود. رب العالمین. قوله رب العالمین، رب العالمین یعنی پروردگاری عالمین است. حالا میبینیم که عالمین چی معنایی داره. رب یعنی آفریننده، مالک، مصلح، خالق، معبود، سید مطاع به این معانی است. به معنای آفریننده است در قدم اول رب العالمین. باز به معنای مالک است، مالک جهانیان. باز به معنای معبود است، معبود جهانیان. سید المطاع، این معانی رب است. سید است که اطاعت باید شود. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال ثم قال جبريل عليه السلام. حديث كف بما علي بن طاهر، حديث كف بما محمد بن العلاء يعني أبا كريب، حديث كف بما عثمان بن سعيد الزيات، حديث كف بما بشر بن عمارة از أبي روق از ضحاك از ابن عباس رضي الله عنه قال گفت ثم قال جبريل، جبريل عليه السلام فرمود قال الحمد لله رب العالمين. جبريل عليه السلام گفت که الحمد لله رب العالمين. قال يا محمد، گفت ای محمد، له الخلق كله، تمام مخلوقات از الله است. السماوات كلهن و من فيهن، آسمان ها، تمام آسمان ها و آنچه میانشان است، از ملک و سایر مخلوقات. والارضون كلهن و من فيهن، و زمین، تمام زمین و آنچه در زمین است. و من بینهن مما یعلم و مما لا یعلم، و آنچه میان آسمان و زمین قرار داره، مخلوقاتی که دانسته میشه و ما خبر داریم و مخلوقاتی که خبر نداریم، یعنی تمامی آنچه در روی زمین است، در آسمان است، بین آسمان و زمین است، همش از الله سبحانه و تعالی است. و الله سبحانه و تعالی رب تمام اینها است. الوجه الثاني، وجه دوم در تفسیرش. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما عبید الله ابن موسی، حدیث گفت به ما ابو جعفر الرازی از ربیع ابن انس از ابی العالیه. رب العالمین، ابی العالیه رحمه الله در تفسیری رب العالمین میگه قال الانس عالم، انسان ها یک عالم است، یک جهان است. والجن عالم، و جن یک عالم است. و ما سوا ذلك 18,000 عالم، و بجز این 18,000 عالم دیگر وجود داره. او 14,000 عالم، یا 14,000 جهان عالم دیگر وجود داره بجز این، بجز اینس و جن. من الملائکه علی الارض، از ملائکه هایی که در روی زمین است. والارض 4 زوایا، و زمین 4 گوشه داره، 4 کناره و کنج دارد. ففي كل زاویه 3,000 عالم، در هر کنج زمین 3,000 عالم است، 12,000 میشه. و 500 عالم خلقهم لعبادته، و 500 عالم را الله سبحانه و تعالی برای عبادت خودش آفریده است، خلق کرده. این وجه دوم در تفسیر است که از ابی العالیه رحمه الله نقل شده. حدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات بن الوليد عن مغيث بن سمي عن
تبیع یا تبیع فی قوله رب العالمین. حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما هشام ابن خالد، حدیث گفت به ما ولید ابن مسلم، حدیث گفت به ما فرات ابن الولید از مغیث ابن سمی از تبیع در تفسیر رب العالمین گفت العالمین 1000 امه، عالمین 1000 امت است، 1000 مخلوق است، زندگان است. ف600 فی البحر، 600 مخلوق در بحر است، داخل بحر. و 400 فی البر، و 400 مخلوق در خشک است. یم از تبیع رحمه الله نقل است در تفسیر عالمین. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله رب العالمين قال ما وصف من خلقه. حدیث گفت ما علی بن حرب الموصلی، حدیث گفت ما زید بن الحباب از حسین بن واقید از مطر الوراق از قتاده در قول الله تعالی رب العالمین گفت ما وصف من خلقه. هدف امو مخلوقاتی است که توصیف شده، توصیف و اوصافشان بیان شده، توصیف کرده شده. هدف اینمی است. الوجه الثالث، وجه سوم، ان العالمین الجن والانس فقط. هدف از عالمین جن و انس است، فقط انسان و جن هاست، دیگر نیست. حدثنا ابی حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعیل حدثنا قیس عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رب العالمين قال الجن والإنس. حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما ابو غسان مالک ابن اسماعیل، حدیث گفت به ما قیس از عطاء ابن سائب از سعید ابن جبیر از ابن عباس در قول الله تعالی رب العالمین گفت. ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر رب العالمین میگوید الجن والانس فقط، الجن والانس، هدف جن و انس است. و روی عن علی بن ابی طالب باسناد لا يعتمد عليه مثله. از علی بن ابی طالب رضی الله عنه نیز مثل همی سخن که از ابن عباس نقل شده نیز نقل شده، لیکن با سندی که بالای و سند اعتماد کرده نمی شود، یعنی سندش ده مقال است، سخن است در اون سند، ضعف است. و روی عن مجاهد مثله، از مجاهد رحمه الله کتابی مشهور است، نیز همی قسم نقل شده در تفسیر عالمین. یعنی در معنای رب العالمین از سلف چند سخن نقل است. رب العالمین ربی تمام جهانیان، آنچه که میان آسمان و زمین، آنچه که میان آسمان و زمین وجود داره، هدف ای است. یا رب العالمین به معنای تمام موجودات، مخلوقات زندجان که به قول ابی العالیه او 18,000 است یا 14,000 مخلوق است و به یک قول 12,000 مخلوق است. ای است. و بنابر قول تبیع رحمه الله 1000 مخلوق است که 600 تا داخل بحر است و 600 تا داخل بیرونی بحر است در خشکه. و تفسیر دیگر که از ابن عباس نقل شد رب العالمین پروردگاری انس و جن، به این معنی است. رب العالمین ربی انس و جن است. ای از علی بن ابی طالب رضی الله عنه نیز نقل شده و از مجاهد رحمه الله نیز نقل شده است. قوله الرحمن، قول الله سبحانه وتعالى الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن الحباب عن عنبسة قاضي الري عن مطرف عن سعد بن إسحاق عن جابر بن عبد الله قال. حدیث گفت به ما ابو سعید الاشج، حدیث گفت به ما زید بن الحباب از عنبسه قاضی ری یک شهر در ایران است، از مطرف از سعد بن اسحاق از جابر بن عبدالله رضی الله عنه گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یقول الله سبحانه و تعالی میگوید قسمت الصلاة بینی
وبين عبدي یا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، ما نماز را میان خود و میان بندم تقسیم کردیم. نماز یک گوشه و یک بخشش از ما است، یک گوشه و یک بخش از بنده ایم است، یعنی به شکل مشترک پیش میبریم نماز را. فاذا قال الحمد لله رب العالمین، هنگامی که بنده الحمد لله رب العالمین را تلاوت میکنه، الله سبحانه و تعالی میگه قال مدحنی عبدی، الله میگه که بنده مرا مدح کرد، توصیف کرد. و اذا قال الرحمن الرحیم، هنگامی که بنده الرحمن الرحیم را میخوانه، الله عز و جل میگه که اثنى علی عبدی، بنده مرا توصیف کرد، صفاتی مرا بیان کرد که رحمت و رحمان و رحیم از این صفات رحمت دانسته می شود. و این تفسیر جالبی است که در احادیث صحیح نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این بسیار عجیب است. انسان زمانی که برای تفکر بکنه الله را تو توصیف میکنی و الله هم از تو راضی می شود و جوابی تو را میده الله سبحانه و تعالی. نکته بسیار قابل تأمل است اینجا. هنگامی که انسان به این تأمل بکنه، بیندیشه، واقعا از نمازی که میکنه انجام میده، نمازی که میخونه لذت میبره انسان. الحمدلله میگی، الله میگه که مرا بندم توصیف کرد، یعنی الله قدر ذاتی شکور است، سپاسگزار است. الوجه الثاني، وجه دوم، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي يا عزرمي، حدثنا أبي عن جويبر عن الضحاك في قوله الرحمن الرحيم. حدیث گفت به ما پدرم، یعنی پدرم که میگه کی است؟ یعنی امام ابن ابی حاتم از پدرش ابو حاتم الرازی از نقل میکنه. ابی هدفش ابو حاتم الرازی رحمه الله است. حدیث گفت به ما محمد بن عبد الرحمن العرزمی یا عزرمی ازش نقل است. حدیث گفت به ما پدرم از جویبیر از ضحاک رحمه الله در قول الله تعالی الرحمن الرحیم. ضحاک رحمه الله میگه که الرحمن بجمیع خلقه والرحیم بالمؤمنین خاصه، رحمان به تمام مخلوقات است، یعنی الله سبحانه و تعالی رحمان که میگیم رحمت داره، لیکن رحمتش به تمام مخلوقاتش است، عام است، رحمت عام و فراگیر که مثلا تمام مخلوقات آفریده، تدبیرشان میکنه، رزق و روزیشان برشان میدهد. این رحمان به این معنی است. و رحیم بالمؤمنین خاصه، رحیم رحمتی خاصی الله سبحانه و تعالی است که تنها به مؤمنین است، یعنی تنها مؤمنین هدایت کرده، اینها را به بهشت میبره، از جهنم نجات میده. این رحمتش است. این رحمت شاملی کفار و مشرکین نیست، باز شامل سایر مخلوقاتش. فرق الرحمن الرحیم که از سلف به همین شکل نقل شده. الرحمن الرحیم. الوجه الثالث، وجه سوم، حدثت عن كثير بن شهاب عن عن الحكم بن هشام حدثني خالد بن صفوان خالد بن صفوان التميمي في قوله الرحمن الرحيم قال هما رقيقان احدهما ارق من الاخر. حدیث گفته شد به ما از کثیر ابن شهاب، یعنی امام ابن ابی حاتم میگه که از کثیر ابن شهاب به من حدیث روایت کردن. از حکم ابن هشام حدیث گفت به من خالد ابن صفوان التمیمی در قولی الله تعالی الرحمن الرحیم گفت هما رقیقان، رحمان و رحیم دو صفت رقت و رحمت و نرمی الله سبحانه و تعالی است. احدهما ارق من الاخر، یکیش نرمتر و باریکتر از دیگرش است. هر دویش بر رحمت و نرمی الله عزوجل دلالت میکنه و یکیش از دیگرش کده نرمتر است. یعنی رحیم کی است؟ تنها بر مؤمنین است. رحمان کی است؟ تنها بر رحمان عام بر همه مخلوقات است. تقریبا این همو قولی که قبلا ذکر شد امو را تایید میکنه. الوجه الرابع، وجه چهارم، أخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال
حدیث خبر داد به ما ابو سعید ابن یحیی ابن سعید القطان. حدیث گفت به ما زید ابن الحباب. حدیث گفت به من ابو الاشهاب از حسن گفت الرحمن اسم لا يستطيع الناس ان ينتحلوه. رحمان نامی است که انسان ها نمیتوانند اون را بالای خودشان بگذارن. یعنی انسان ها حق ندارن نامی رحمان را بالای خودشان بگذارن. انسان ها میتونن عبد الرحمن نام بگذارن، لیکن رحمان حق ندارن بگذارن. رحمان نامی خاص به الله عزوجل است. این اقوالی بود که از سلف در تفسیر الرحمن نقل شده بود. الرحمن یعنی صفت رحمت الله سبحانه و تعالی از اولش، که امو مکالمه ای که بیان انسان و الله سبحانه و تعالی در نموده است، از امو فهمیده میشه که الرحمن یعنی صفت الله را تو بیان کرده ای. تفسیر دوم از ضحاکی بود که رحمان به تمام مخلوقات است و رحیم خاص به مؤمنین است. صفت سوم امین بود که اردو به رقت و باریکی دلالت میکنه، نرمی، و یکیش خاصتر از دیگرش است یا یکیش رقتش بالاتر از دیگرش است، که تقریبا قول امو قبلی را تایید میکنه. و تفسیری دیگر که از حسن رحمه الله نقل است، حسن که میگه بر اغلب حسن البصری شاید باشد، که مراد رحمان نامی است که انسان ها حق ندارن او را بالای خودشان بگذارن، رحمان گفته نمیتونن. قوله مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین یعنی مالک و پادشاهی روزی جزاست، روزی آزمایش، روزی حساب و کتاب است. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه أو غيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حدیث گفت به ما محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدیث گفت به ما سفیان از علاء از پدرش، علاء از پدرش یا از غیر پدرش، از کسی دیگه نقل میکنه، از ابی هریره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود قال الله تعالی، الله عز وجل فرمود كتبت الصلاة بینی و بین عبدی، نماز را میانی خودم و میانی بندم نوشتم، یعنی تقسیم کردم، حصه خودم و بنده مشخص کردم. فاذا قال العبد مالک یوم الدین، زمانی که بنده بگوید مالک یوم الدین، پادشاهی روزی جزاست الله، قال، الله عز وجل در جوابش میگه فوض عبدی، بندم خودش را به من سپرد، همه چیزش را به من تفویض کرد، و اثنى علیه و مرا توصیف کرد. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين. حديث گفت به ما علي بن طاهر، حديث گفت به ما محمد بن العلاء يعني أبا كريب، حديث گفت به ما عثمان بن سعيد الزيات، حديث گفت به ما بشر بن عمارة از أبي روق از ضحاك از ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول میگوید ابن عباس رضی الله عنهما لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، هیچ کسی در این روز، در روز جزا، یعنی روز رستاخیز قیامت، هیچ کسی مالک حکم نیست، هیچ کسی حق نداره یک چیز حکم کنه، بگه که این قضیه به این شکل شوه و این قضیه به این شکل نشوه، چنانچه در دنیا هر کسی از پیش خود هر طور حکم میکنه، فیصله میکنه. در روزی قیامت هیچ کسی یک قسم حق نداره. یوم الدین. حدثنا علي بن طاهر عن ابن عباس في قوله يوم الدين قال، علي بن ابي طاهر حدیث گفت به ما علي بن ابي طاهر از ابن عباس در قول الله تعالی یوم الدین گفت الدین یوم حساب الخلائق، دین یعنی روزی بازپرسی و حساب کتابی مخلوقات است، و هو یوم القیامه، و هدف روزی قیامت است. یدینهم باعمالهم، الله سبحانه و تعالی بندگانش را پاداش میده به سبب اعمالشان، این خیر فخیر، اگر اعمال نیک کرده باشند پاداش نیک میدهد، و این شر فشر، اگر اعمال بد کرده باشند
پاداشی زشت میده برشان، جزای زشت میده. الا من عفا عنهم، اگر کسی که بخشش بکنه، اگر بخشش بکنه کسی که کرداری بد داره بزرگ بخشش میکنه دیگه، عفو میکنه و جزا نمیده. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج في قول الله مالك يوم الدين قال يوم الجزاء. حدیث گفت به ما پدرم، حدیث گفت به ما محمود بن غیلان، حدیث گفت به ما سفیان بن عیینه از حمید یا حمید الاعرج در قول الله تعالی مالک یوم الدین که گفت یوم الجزاء، هدف روزی جزا است، روزی بازپرسی است. این اقوالی است که از سلف در تفسیر مالک یوم الدین نقل شده. مالک یوم الدین یعنی تنها الله مالک روزی جزاست، روز قیامت متصرفش تنها الله است، دیگر مخلوقات از پیش خود هر کار کرده نمیتوانند. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.